ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 118. боби чорум. давлати сафариён ва нақши таърихии он дар иҳёи давлатдорӣ ва фарҳанги миллии тоҷикон. яъқуби лайс пешвои воқеӣ ва бунёдгузори давлати сафариён. می توان گفت که در عهد طاهریان گرچند فضای مساعد سیاسی و اقتصادی برای تأسیس دولتداری متمرکز فراهم آمده، امنیت و تنجی ملک چندین ده ساله ها ادامه یافته باشد هم، ولی نابرابری های اجتماعی، تفریقه اهل جامعه، ظلم و ستم حاکمان، عملهای زشت و ناروای فرمانداران بازار، پاره‌خوری و درویگی قاضیان و میرشبان، به خصوص در عهد حکومتداری طاهری دو و محمد ابن طاهر افسوده، در میان مردم کوچه و بازار و پیشه و هنر یک احساس هم تقدیری، دستگیری مظلومان و اتفاقی و وحدت را پدید می آورد. با تقاضای نابرابری های اجتماعی و بی‌عدالتی های روزگار در میان اهل بازار و پیشه و هنر یک جنبش مردمی عاموی پدید می آید که آن را دسته عیاران و جوانمردان سروری کرده، غرور و جسارت در زیر ظلم و ستم خفته مردم را بیدار می کردند و آنها را به جهاد و تلاش های کینه‌خواهی هدایت می نمودند. آغاز جنبش های عیاران و جوانمردان به اندیشه اهل نظر از قیام ابو مسلم خراسانی سر می زند که به قول عالم ورزیده ایرانی ذبیح الله صفا، این قیام برای بیدار کردن ایرانیان از خواب 100 ساله و آماده کردنشان برای برانداختن سیاست نژادی عرب و باز پس گرفتن استقلالی از دست رفته بود. رفتار نابهنجاری بنی عباس و حق ناشناسی و ناسپاسی آنان با بنیادگذاران واقعی خلافت و حکومتشان، یعنی ابو سلمه حلال و ابو مسلم خراسانی، و خیانت‌ها و غدرهایی که اندکی بعد از بیم جان خود با خاندان برمکی در عهد هارون و خاندان سهل خراسانی در عهد مأمون و افشین اسروشنی در عهد معتصم انجام گرفت، این اندیشه استقلال طلبی را در ایرانیان بیش از پیش تقویت کرد تا سرانجام با قیام یعقوب ابن لیث صفار و اعلان حکومت مستقل او در سیستان به سال 248 هجری انجامید. اتحاد عیاران و جوانمردان سیستان سراول با تقاضای کسب و پیشه برای حمایه منفعت‌های دایره معین هنرمندان پدید آمده، تدریجاً به یک جنبش توانای سیاسی و اجتماعی رفته می رسد که هدف نهایی آن پشتیبانی کردن مظلومان، جبر دیدگان و طبقه های پایانی جامعه می گردد. عیاران اصلاً به مقابل بیدادگری های طبقه حاکم و مشزوران زیر دست آنها برخیسته رویه و طریقت و سابقه کسبی خود را داشتند که
پناه دارد. جنبش های عیاران و غازیان سیستان با نام المتویه یعنی اختیاریان اصلا هنگام دولتداری عبدالله ابن طاهر 824-844 پدید آمده و یک حرکت اجتماعی تبدیل می یافت که در صف خود بیشتر طبقه های پایانی جمعیت، برزگران خانه خراب گردیده، هنرمندان و کاسبان، اهل بازار و جوانان هنگام جوی، فقیران و درویشان و دیگر طایفه های اهالی را متحد می ساخت. عادتاً عیاران در زیر سرپرستی نفرانی متحد می شدند که آنها را پیر، استاد، نقیب یا سرهنگ می نامیدند. پیشوایان عیاران بعد چندین آزمایش ها از صف جوانمردترین آنها انتخاب کرده می شد و والاترین معیار هم برای پیشوایان و هم برای فداییان قطاری 3 رسالت سخا، صفا و وفا به شمار می رفت. سر اول عیاران در خدمت صاحب دولتان، دهقانانی با نفوذ و زمیندارانی کلان قرار داشته تحت هدایت سرهنگ یا نقیب هنگام حمله دشمن یا تهدید خطرهای دیگر با دسته‌های نظامی حاکمان در جنگ‌ها اشتراک می‌کردند و مضافات و شهر خود را از تاخت و تاز بدخواهان و بادیه‌نشینان حفظ می‌نمودند. دیرتر دسته‌های عیاران و فداییان در عمل خود طریقت جوانمردی و پشتیبانی مظلومان را افزوده به مقابل اصطلاحگران عرب و حاکمان زیر دست آنها ستمگران خودی و بیگانه و زوراوران و ظالمان مبارزه های آشکار و نهان می بردند. همزمان دسته های عیاران براهزنی و غارتگری نیز رو آورده بیشتر سرمایه با ظلم و ستم اندوخته زوراوران و حق مردم خوران را می ربودند و آن را به کمبغلان و بینوایان تقسیم نموده این عملی خود را چون ادای رسالتی جوانمردی می دانستند. در هر صورت یعقوب لیث در محیط جوانمردان سیستان به کمال رسیده از آنها سبق فداکاری و سخا و وفا آموخت و از روزهای اولی به صحنه سیاست آمدنش چون جوانمردی قوی اراده و جسور و جانبداری عدالت و تکیهگاه نیازمندان شهرت یافت. به قول اکادمیک بابا جان غفورف، یعقوب لیث یک مرد جنگی عادی و شکست نفس بوده، لباس عامیانه می پوشید و همه معیارهای آیین عیاران را رعایت می کرد. یکی از قسمهای اساسی قشون او را سربازان فدایی تشکیل می کردند که گاه آنها را با آهنگ کراهت آمیز عیار هم به معنی قلاب و راهزن می گفتند. این طبقه مخصوصی مجاهدان راه دین بود که صف خود را از حساب برزگران بی زمین و فراری پره می کرد. عیارها در حیات سیاسی رoli مهمی بازیدند. از جمله آنها در سیستان به مقابل اصطلاحگران با متانتی تمام مبارزه بردند. ظاهراً همان عیارهایی را که در جنگ بیش از همه دلاوری نشان می دادند به مرتبه بلندتر برداشته به گروهی سرهنگ ها داخل می کردند. در قطار عیارها فرزندان دهقانان و زمینداران هم بودند که آنها را آزادگان می نامیدند. غیر از این در قشون دسته های مخصوصی غلامان هم موجود بودند. اصلاً
تاریخ نگاران درباره نسب و آغاز کار یعقوب لیث چندان معلوماتی مفصل نداده باشند هم مؤلف تاریخ سیستان نسب او را به ساسانیان و کیانیان رسانیده، او را از دودمانی انوشیروان و اردشیر و قباد و خسروی پرویز می شمارد و گذشته از این تا به ویشتاسپ و لهراسپ و کیخسرو و کیمنیش پیوند می زند. موافق معلومات تاریخ سیستان و حبیب السیر خاندمیر، یعقوب ابن لیث ابن معدل در دهه کرنین مضافات زرنج ولایت سیستان در عائله رویگری تولد شده است. پدر او لیث صفار سراول پیشه مسگری داشته، شاید از روی رسالت کسبیش به دایره عیاران زرنج منصوب بود. او صاحب 4 پسر یعقوب، عمرو، طاهر و علی بوده. هنر خود را به فرزندانش می آموزاند و علاوه بر این آنها را در روحیه فتوت و جوانمردی تربیت می دهد. دهه کرنین یک چند فرسنگ از شهر زرنج دور بوده. یعقوب برای تکمیل کسب مسگری و رویگری به این شهر می آید و بر عوض 15 درم معاش ماهانه در نزد رویگری دیگری شاگرد می ایستد. مدتی از میان نگذشته پدری آنها لیث صفار از جهان می گذرد و پسری کلانیش یعقوب کسب پدر را ادامه داده و دایره کاسبان و هنرمندان و اهل بازار راه می یابد. او همراه برادرانش عمرو، علی و طاهر از فلز میس، اشیا و اسکونه و ظرفیات روزگار ساخته آن را با خلعگی سفید می کردند که از روی قضاوت پیشه آنها را رویگر یا صفار می نامیدند. حتی هنگامی که یعقوب لیث دیرتر به منصب پیشوایی و امیری رسید، عنوان صفار را به نامش افزودند. طبیعی است که شهرت عیاران در آن دور چون جوانمردانی شجاع، قوی اراده، زیرک و سخاوت پیشه معمول بود و یعقوب نیز به صف آنها راه یافته همراه برادرانش نازکی های پیشه عیاری، کارتکشی، مشتزنی، اسب سواری و تیراندازی را می آموزند. عیاران آن روزگار در میان مردم چون جوانمردانی دلیر، تهمتن و فدایی شهرت داشتند که جسارت و چابوکی و هنری بی‌نظیری میدانداری آنها را مؤلف تاریخ طبری چنین یادآور می شود. پس دیگر روز طاهر به حرب آمد سوی محلتی که آن را دارالرقیق خوانند و غوغای بسیار به حرب او بیرون شدند و مردی از عیاران بیرون آمد با پیراهنی پشمین و تبره‌ای به گردن و به دست حربه و به دست لخت بوریا بقیر اندوده. و طاهر یکی از خراسانیان را گفت پیش وی بیرون شو به حرب. آن خراسانی بیرون آمد و تیری بینداخت و بر آن بوریا برآمد و بیگذشت و به زمین افتاد. آن عیار تیر برگرفت و به بوریا اندر خست از بیرون و دیگر تیری بینداخت و به هر تیری که بینداختی عیار آن تیر به بوریا اندر خستی تا آن خراسانی را تیر نماند. طاهر گفت ویلک، شمشیر بکش و فراز شو، عیاری را چه خطر است؟ خراسانی شمشیر بکشید و آهنگ عیار کرد. آن عیار دست به تبره فرو کرد و سنگی برآورد و به فلاسنگ اندر نهاد و بیانداخت و بر شمشیر خراسانی آمد و شمشیر بشکست و بدو نیم شد. عیار گفت خوشها من الفتال العیاری. خراسانی بازگشت و طاهر گفت
عجب است این کاری فتنه، این چنین سرهنگان و مبارزان با جوشن و عیاران با پیراهنی پشمین و شمشیری چوبین و سپری بوریا و سلاحی فلاخون. یعقوب ابن لیث با برادرانش در محیط همین گونه عیارانی سیستانی به کمال رسیدند که آنها با جسارت و جوانمردی، چستی و چالاکی جسمانی و فضیلت‌های بی‌نظیرشان در میان کاسبان و هنرمندان و اهل بازار صاحب احترام بودند. برادران در شهری زرنج برابر کسب رویگری، آیین جوانمردی و مسلک عیاری را پذیرفته، در شمشیرزنی و مشتکوبی، نیزه افکنی و گرزداری، کمند اندازی و قلعه کشایی و محاربه های تن به تن و صنعت سواری مهارت می اندوختند. در آن روزگار اهل فتوت و عیاران اساساً از طبقه هنرمندان و کاسبان گرد آمده، مطابق معیارهای رسمی جوانمردانی مناسب را در صف خویش قرار می دادند که در میان آنها یعقوب لیث و برادرانش چون نمایندگانی پیشه سفاری کمر عهد بسته، قسمی برانداختن ظلم و ظالمی، پشتیبانی مظلومان را یاد کردند و با نام سلسله سفاریان شهرت یافتند. شاید از همین جهت اکثری مورخان گذشته نام خاندان سفاریان را با طنز و کنایه چون سلسله رویگرزاده ها نام برده، بر بعضی موردها عدالتی تاریخی را نسبتی این ابرمردانی از دایره طبقه های پایانی مردم سبزیده چندان رعایت نکردند. کسب رویگری احتمال برای عافیت روزگار کفایت نمی کرد که برادران یعقوب، عمرو، طاهر و علی با سروری عمکشان کثیر ابن رحاک دسته عیاران و مبارزان خود را گرد آورده به گروه آشوبگران صالح ابن نصر پیوستند. یعقوب لیث به صفت سرهنگ و پیشوای دسته عیاران به مقابل اهل ظلم و ستم و سرمایه‌داران بی انصاف برخیسته به کاروانهای ندیمان خلیفه و کالا و خراجهای غنداشته عاملان آنها حمله می آوردند و قصر و کوشک و مسکن داراییشان شباخون می زدند و غنیمتهایشان را به فقیران و محتاجان و مردمی بینوا تقسیم می کردند. آوازه عدالت و جوانمردی یعقوب لیث در یک مدتی کوتاه سراسر سیستان را فرا گرفته، مهر او را در دل فقیران و تنگ دستان جای کرد و پیروانش را در میان مردم عوام افزود. در این ایام صالح ابن نصر جبهه غازیان خیش را گرد آورده به مقابل حاکمان عرب و دست نشانان طاهری مبارزه می برد. غازیان المطویه اختیاریان با سروری صالح ابن نصر نیروی کافی خود داشته، سال 845 از مضافات بوست حاکم طاهری احمد را برکنار ساختند که او با امر خلیفه مأمون جوانمردان اسیان پیشه و آشوبگران را سرکوب کردن می‌خواست. محض در همین دوره یعقوب لیث با دسته عیارانش کارنمایی ها نشان داده برای پیروزی و حاکمیت صاحب اختیاری بوست شدنی صالح ابن نصر مساعدت کرد. صالح ابن نصر عیاران همصف یعقوب لیث و برادرانش را در جنگ‌های ضد خارجیان استفاده برده موقع خود را در سیستان استوار نمود و صاحب ثروت و نفوذی زیاد گشت.
یعقوب لیث بعد چندین محاربه ها در قطار دیرهم ابن نصر و حامدی سروناک به صف سرلشکران یکچین صالح پذیرفته شد و چون پیشوا و سرهنگی شجاعی عیاران شهرت یافت. می توان گفت که عیاران و جوانمردان استقلال خواهی سیستان برانداختن قدرت خلافت را پیش گذاشته، نظام اداری حاکمانی موجوده و سیاست پیش گرفته خلیفه های وقت را از حقیقت و عدالت دور می شمردند و در مقاومت آنها دسته های نظامی و تشکیلات های طبقاتی خود را گسترش می دادند. یعقوب لیث همچون سرهنگ دسته توانای عیاران با شجاعت و زیرکی و دلیری و لیاقت لشکرکشیش در یک مدت کوتاه شهرت یافته جانبداران و پیروان صادق خود را افزود. یعقوب ابن لیث بعد یک چند سال همچون سرلشکر در جنگ‌های ضد خارجیان بخصوص عمار ابن یسیر خارجی که در کیش قیام کرده بود کارنمایی ها نشان داده او را سرکوب نمود و به فرار نمودن وادار کرد. عمار ابن یسیر در مضافات های کوهستانی زرنج پناه برده دوباره لشکر گرد آورد و هنگامی محاربه تیز و تند با یعقوب لیث کشته شد و خارجیان به سمت کوههای اسفزار فرار نمودند. می توان گفت که هنگامی فتح شهری زرنج به دست صالح ابن نصر غنیمت زیادی افتاد و میان جانبداران یعقوب لیث و صالح برای تقسیم غنیمت اختلاف نخستین روی داد. در این هنگام یعقوب لیث در برابر سرلشکری حاکمی مضافاتی بوست را نیز در اختیار داشت. در عین حال با مساعدت یعقوب لیث و دیگر عیاران سیستان سال 847 صالح ابن نصر حاکم مستقل قلمرو سیستان انتخاب شده سپاه زیادی را در اختیار داشت. سال 854 سرلشکری با نام ابراهیم ابن حسین و پسرش محمد با سپاه امدادی طاهریان متحد شده به مقابل صالح ابن نصر در مضافات بوست و زمین داور مبارزه را آغاز نمود. در جریان محاربه لشکری پراکنده عمار ابن یسیر خارجی نیز با سپاهیان ابراهیم پیوسته حال صالح ابن نصر را به تنگ آوردند. صالح ابن نصر ناچار مانده یعقوب لیث و چندی از سرلشکرانش را به محاربه ابراهیم ابن حسین و پسرش محمد فرستاد. در محاربه شدید که خود همان سال روی داد محمد ابن ابراهیم شکست خورده رو به فرار آورد. صالح ابن نصر با مدد سرلشکرانش یعقوب لیث، دیرهم ابن نصر و حامدی سرناک دوباره مضافات‌های بوست و زرنج را ضبط نموده از لشکری فراری و خزینه حاکم غنیمت زیادی به دست آورد. هنگامی که او این غنیمت‌ها را از خود نموده از روی عدالت با دیگر عیاران سیستانی تقسیم کردن نخواست، میان آنها نزاع برخاست. در زمینه مخالفت برای تقسیم غنیمت‌های جنگ میان صالح ابن نصر و یعقوب لیث سال 858 در مضافات‌های انجره و بوست چندین محاربه ها سر زد و سپاه صالح شکست خورده رو به فرار آورد. در یکی از محاربه های ضد صالح ماه سپتامبر سال 858 برادر یعقوب طاهر ابن لیث کشته شد.
عیاران سیستانی به سرلشکری فعلی درهم ابن ناصر بیعت کرده سال 858 او را به جای برادرش حاکم سیستان و یعقوب لیث را امیر لشکر انتخاب کردند و به سرکوب نمودن جانبداران عباسیان و طاهریان در مضافات‌های زیر دستشان شروع نمودند. اما درهم ابن ناصر از نفوذ و اعتبار روزافزون یعقوب لیث هراسیده شاید با هدایت برادرش به جان او سوی قصد کردن خواست. یعقوب لیث از این قضیه آگاه شده با پیشدستی ناگهانی عیارانه درهم را دستگیر نمود و او را به زندان افکند. همین طریق سال 861 عیاران سیستانی یعقوب لیث را حاکم و پیشوای خود انتخاب نمودند و با همین نخستین خشت‌های دولتداری صفاریان گذاشته شد. یعقوب ابن لیث بعد پیروزی‌های پی در پی حاکمی سیستان را به برادرش عمرو لیث واگذار نموده به تعقیب صالح ابن نصر و دیگر رقیبانش رو آورد. صالح ابن نصر اول به سوی کوهستان بوست فرار نمود و سپس به پناه شاه کابل رتبیل رفته از او امداد طلبید. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 118 ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамқул, коргардон шералӣ навзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.